ای عزیزی من، این است نصیحت مادرم به تو. ای مادر جان، الله به تو خوشبختی نصیب گردانه. الله از شما و از پیروانتان راضی باشد. آمین. این دعای مادرم برای شما است. ای پسران و دخترانم، به شما توصیه می دهم که نماز و قرآن را رعایت کنید. اینجا یک سوال است. مگر مقصدی با الله و خوردن را ندارید؟ مگر شوق و هوسی با الله و خوردن را ندارید؟ آیا کوشش نمیکنید صاحب آن خانه های شوید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام درباره اشان گفته بود که الله در حدیث قدسی میگوید من برای بندگان صالحم آن چیزی را آماده کردم که هیچ چشم هیچ گاه ندیده است، یگان گوش نشنیده است و هیچ قلب انسانی آن نعمت‌های را که الله آماده کرده است تصور کردن نمیتواند. مگر با آن چیزی که الله میگوید دل نبسته اید؟ ادخلوها بسلام آمنین. علی ابن ابو طالب در نزد قبرها ایستاد و گفت ای قبرستانیان، خانه های شما ساکنانی نو پیدا کرد، پولهای شما تقسیم کرده شد، زنهای شما آیله‌دار شدند. درباره خودتان به ما بگویید. ای اهل قبر، به ما بگویید که چگونه اید؟ قبرها سخن نمیگویند. ای برادران، به سر قبرها آمده پرسیدم مردم خوب یا بدنام کجایند؟ علی از دنیا گذشت و کسی به ما گفتن نمیتواند که آنها چگونه اند. ای کسانی که از من درباره مردگان میپرسید، آیا مرگ آنها به تو خبر نمیدهند؟ آیا مرگ آنها به تو خبر نمیدهند؟